درس امروز ما شما کیها جادو می شود، یعنی سر کدام اشخاص جادوگران و ساحرین حمله کرده میتونه. ایست درباره ارزهای دیجیتالی یا فورکس یا بوتکوین که میگن چندین نوع نام ها برای که استفاده میکنن. افکس از کم صحبت میکنیم، بسیار زیاد دقیق گوش کنین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس امروز ما شما کیها جادو می شود، یعنی سر کدام اشخاص جادوگران و ساحرین حمله کرده میتونه. ایست و درس دوم دمی چینل یوتیوب انشالله شروع میکنیم. رد جادو. اگر کسی جادو شده باشه بدون از اینکه پیش تعویض نویس و جادوگر بریم چطور ردش کنیم. درس سوم بسیار مهم است، درباره عظیمی باشه که چطور ما شما جادو نشیم. تمام جادوگران دنیا چالش میشه که اگر این دعاها را بر شما میگیم بخونین جادو نمیشین. و درس چهارم ما علائمی که جادو شده باشیم میخونیم. 4 درس داریم. امروز درس ما شما کیها جادو میشوند، یعنی سر کدام اشخاص جادو کار میکنه. پیش از او یک سوال از بر شما جواب میتم. بعضی کسا میگه ببینین رسول الله صلی الله علیه و سلم خودش جادو شده بود، بالکل شده بود، مگم قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق نازل نشده بود. حال وقتی که آیت کرسی شریف است، معوذتین است، سوره فاتحه است، اذکار صبح شام است، هیچ ما جادو نمیشیم. سیکو تابین صحابه وقتی که آیت آمد به طریقه سنت رسول الله رفتار کردن، هیچ کدام روایت نمیگه که جادو شده باشه. مگر ما شما ملایم جادو میشه، عامم جادو میشه، هر کس جادو میشه. چرا؟ به خاطر که ما شما از الله دور هستیم. یعنی کسایی که از الله سبحانه و تعالی دور می باشه زیادتر جادو میشه. از مراقبت الله که دور شدی طبعا ساحرین، جنیات، شیاطین حمله میکنه سر ما شما. ببینین برادران و خواهران عزیز، قاعده عمومی است که جادوگر کافر است. جادوگر کافر است. در نظر اهل سنت والجماعت و آیات های قرآن زمینشان که ببینیم ساحر جادو گفته، ساحر کافر گفته. این اتفاق علما است که اهل سنت والجماعت سیکو جادوگرا کسایی است که زندگی ها را تباه کردن، خانم از شوهر جدا کردن، پسر از پدر جدا کردن، پسر از مادر جدا کردن، شریک تجارتی کاروبار جدا کردن، موضوعات فامیل را دامن زدن. اینا کسایی هستند که واقعا به امت زار هستند، زار. به مو خاطر برادرها و خواهر عزیز پیش تعویض نویس، پیش جادوگر، پیش ساحر هیچ نرین. اگر در کوچه‌تان، اگر در بازار پیدا شد، بزودترین فرصت به امر بالمعروف امر کنین و برازو درخواست کنین که اینا را گم کنن. اینا کسایی است که از ناموس مسلمانان استفاده کرد، کسایی هستند که از پول مسلمانان استفاده کردن، از دین دکان و تجارت جور کردن. لطفاً به خاطر الله یک کم همت کنین، در هر جایی که بود پیششان پروپاگاند کنین، نمونین که اینا مردم بازی بتن. ببینین به نام ملالنده‌ای بیشتر از 800 نفر امرای زنا نکرد. این ناموس مسلمان را استفاده نکرد. به مو خاطر برادرها و خواهر عزیز ما میگیم تا که خودتان و فامیلتان در امان باشه، به خاطر الله سبحانه و تعالی شما الله پرست شوین، این جادوگرا را ذلیل بسازین. این جادوگرا را نمونین که دیگه کاربارشان رشد کنه. این جادوگرا کسایی است که آخرت شما رو خراب میکنه، دنیای شما رو خراب میکنه. دنیایتان به این خاطر خانمتان، خواهرتان به عزت میسازه، ویدیو میگیره. این جواز نداره یک خانم بدون حجاب میره پیش از او تعویض میگیره، شویست میگیره، دودی میگیره. بنان کسای زیاد جادو میشه کسایی که از الله دور باشه و عقیده درست نداشته باشه به الله سبحانه و تعالی. ببینین یک فرمول آسان. هر کسی که بعد از نماز فرض آیت کرسی شریف قرائت کنه 2 اجر است. سعی کنین یکی هر وقتی که وفات شدی در جنت میری. این رسول الله گفته. و دوم هر کسی که بعد از نماز فرض قرائت آیت کرسی شریف کنه فی ذمت الله، در مراقبت الله سبحانه و تعالی می باشی. سبحان الله. وقتی که ما نماز فرض میخونیم آیت کرسی شریف، از هیچ کسی ترس نمی داشته باشیم، نه از جادوگر، نه از جنیات، نه از هیچ کسی برای تو ضرر رسونده نمیتونه، به شرطی که عقیده کنی. سعی کنین. یکی از صحابه آمد پیش علی رضی الله عنه، گفت ای علی من پول ندارم، قرضدار مرا بسیار به تنگ ساخته، کم پول برای من قرض بده که قرضدار آرام بسازم.
شاگردای رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار زیاد معزز بودن، دروغگوی نبودن. گفت من خب پول ندارم برای تو بدم. گفت مگم یک دعایی را از رسول الله صلی الله علیه و شنیدیم، اگر این دعا را بخوانی ان شاء الله به اندازه کوها که قرض باشه الله سبحانه و تعالی خلاصش میکنه. کدام دعاست؟ اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک و اغننی بفضلک عن من سواک. این میره بخونید، این یاد بگیرین. یعنی به اندازه کوها قرض صحابه بود، خلاص شد الحمدلله. چرا؟ مگم یک افغان 10 سال است دعا را میخونه قبول نمیشه. چرا؟ حتما مشکلات در کار بارت است. دعای حرامخور قبول نمیشه. حتما به عقیده نمیخونی. وقتی که رشونیدی که این گپ رسول الله است، فقط 100% یقین کو ان شاء الله الرحمن بر توی عمل میشه. مثل که دو خواهرها در گروپ های ما درس میخوان، میگه یک اردی ما در یک خانه خواب میکردیم، یکی ما رو جنیات آزار میداد، یکی ما رو نمیداد. این خواهر که میگه درس شنیدیم که هر کس آیت کرسی شریفه میخونه فی ذمت الله، میگه من میخوندم شف میکردم، میگفتم این چیز پیش من نمیتونه، میگه تا صبح آرام خواب میکردم. میگه او خواهر دیگه ما آیت کرسی شریفه میخوان، میگه مور جنیات آزار میداد. وقتی کوره پرسان کردیم گفت ما میخوانم ماشم کار میکنه نه کنه، بالکل گفتم عقیده تو میتونست سیکو. او خواهر که میخوانده گفتم ماشم کار میکنه یا نمیکنه. اگر یک حدیث شنیدی یا کدام راهنمایی رسول الله هم شنیدی، اگر گفتی ماشم کار میکنه ایره مزبذب میگه، برای تو دین کار نمیکنه و هر چی سر تو تاثیرات داره. اگر تو یک حدیث شنیدی که این رسول الله گفته کسی که آیت کرسی شریف بخونه فی ذمت الله در مراقبت الله 100% تو یقین که سر تو کار میکنه، الله سبحانه و تعالی تو رو نگاه میکنه. این نظر به عقیده تو است، نظر به عقیده تو. مثلا بعضی کساس در روز عروسیش ببینی دست جیب خودت زده میره، چی میکنی؟ مثلا جارو تو خارج داره، چی میکنی؟ او گال یا ارزن او را دستک میزنه. میگه مادرم گفته که دستک ده که بند نشی، بنابراین بند شما چی داریم که در شب زفاف نزدیک شدن میتونه. یک نفر دیگه را به یک قدر برچه را گرفته، تیز کرده، مثلا مور جوار زده چی در جیبش. چرا برادر عزیز تو شاستی یا بدمعاش هستی، اومدی کس را بکشی؟ چی گپسی برچه را گرفتی؟ مادر کلانم گفته که برچه باشه تو بند نمیشی. خو یک کسی که کل امورات خود به برچه واگذار کنه، یک کسی که گال و ارزنده بگیره در جیب خود بگویی اگر باشه من جادو نمیشم یا سحر نمیشم، آیا این الله پرست است یا گال پرست یا برچه پرست؟ نه. اگر یک جوان مسلمان آیت کرسی شریفه بخونه، در مجلس نکاح بشینه و به الله خود توکل خود کنه، هیچ کس او را بند کرده نمیتونه، هیچ کس بر او ضرر رسانده نمیتونه، هیچ کس او را جادو نمیکنه. این چندین مثالای بود. یک کس عروسی میکنه، یک هفته از عروسیش تیر از جنوب میگرده. چرا؟ میگه عروس هستی، دکترها میگه نقص داره که تو غسل کنی. افسوس از بر تو. در این روزای پاک، در این روزای نکاح که کل گناه تو حساب ختم شده، تو پس جنوب میباشی. در او شب عروسی که بهترین شب است، تو نمیکنی به طریقه رسول الله صلی الله علیه و نماز بخونی، در پشت از جماعت بخونی، دعا کنی، غسل کنی، پس نماز بخونی. مگم این یک هفته دو هفته جنوب اینمی حالت است که زندگیتون خراب میشه، همین حالت است که شما جادو میشه، همین حالت. یعنی هر چقدر که از الله دور باشی، اینمی وقت است که جنیات و شیاطین حمله میکنه. بنان عنوان درس ما شما کسای جادو میشه، هر چقدر از الله دور باشیم، هر چقدر موسیقی بشنویم، تجسس کنیم، گناه کنیم، غیبت کنیم، همون قدر جادوگرا و سایر شما حمله میکنه. هر چقدر به الله نزدیک باشی، الله تو را حفاظت میکنه. برادران و خواهران معزز، درباره ارزهای دیجیتالی یا فورکس یا بوتکوین که میگن، چندین نوع نام ها برای که استفاده میکنن. افکس از کم صحبت میکنیم، بسیار زیاد دقیق گوش کنین. اول از همه باید از کسایی که در این مورد فتوا میتن حتما تخصص در اقتصاد داشته باشن. علمای اروپا، علمای امریکا، از قطر، از دیگه ممالک اگر در مسائل اقتصادی فتوا میتن، حتما یک دیپلم از اقتصاد دارن و یک از شرعیات دارن. حتما. تا که در اقتصاد امروزی تمام مسائل دنیا رو نفهمی، تو نمیفهمی که حلال است یا حرام است. چشم پوتم فتوا دادن این یک خیانت است به اسلام. کله ای حرام است، ای حرام است، ای حرام است، ای حرام است. این بسیار امت گمراه میسازه. تا که یک مسئله را تحقیق نکردین فتوا ندین. لدورایا پنبریز که آمده بود افغانستان، چرا ما اول فتوا ندادیم؟ بسیار علما برخلافش بود. حتی ما خود ما رفتیم داخل شدیم، گفتیم این بسیار یک شرکت بسیار بزرگ بود. داخل شدیم، وقتی که دیدیم سیستم که تشریح کرده بودن، نتورک مارکتینگ حرام بود. باز بعدن گفتیم واقعا حرام است. حتی نقص هم کردیم، گفتیم از این نقصش تیر به خاطر اسلام.
7.5 لک یا 8 لک افغانی ما را ماند. موادش گفتم هیچ نمیفروش، در گدام مانده می فعلا. به خاطر که فهمیدیم در این مشکلات است، به وطن ما خدمت نیست، به دین ما خدمت نیست. حال ارزهای دیجیتالی یا فورکس یا افکس که میگنش، چقدر تحقیقات که ما کردیم، مفتی منک، دکتر بلال فلیپس، دکتر زاکرنک، این تمام علمایی است که به سطح دنیا در اقتصاد میفهمند، در صنعت میفهمند، در زراعت میفهمند، در اجتماعیات میفهمند، در شریعت میفهمند، تمامش میگه این حرام است. ارز دیجیتالی حرام است. ارز دیجیتالی امی حدیث است، میگه من غش فلیس منا، کسی که امت ما بازی میته او امت ما نیست. این مکمل فقط یک خیالی است. شریعت کس تا که یک چیز را قبض نکنی به خیالی معامله نمیشه. شاید شما بگویید ما کامپیوتر میخریم از جرمنی، تیل میخریم از مسکو، قبض خو نمیشه پیش ما. بالکل او بر تو کامپیوتر روان میکنه، 200 کامپیوتر ری میشه، نه قدر سایزش، نه قدر کمپانیش بیش، بالکل کلمه قبض خودش. او بر تو کامپیوتر روان میکنه، تو پول روان میکنی، این مشکل نداره. تیل مشکل نداره، این تجارت است. مگم امی کسی که ارزهای دیجیتالی رو میخره، یک بار بگو امیر روان کو برم، مثلا تو رو میگه $4000 این دو دونه سکه را خریدی، خب بگو امیر روان کو، او خنده میکنه، صد میگه این نیست، یک خیالی است برای تو. آیا تجارت خیالی به اسلام جواز است؟ یا مثلا یک کس نامزاد شوه، خیالی ببینی که یک نامزاد شدی و نامزادی است؟ نه خیر. یا خیالی ببینی که تو حج رفتی و حج رفتن قبول میشه؟ نه، تجارت هم این از برادرها و خوارزی در خیالی چیز قبول نمیشه. و بسیار زیاد اشخاص را که من میشناسم بخاطر که تجارت افغانستان ما الحمدلله زیاد بلد هستیم، که زرگرا بلد هستیم، که صرافا بلد هستیم، که تجارت بخاطر کار بار ما الحمدلله تجارت است، تجارت میوه خشک است. به سطح افغانستان زیاد مردم ها حتی که ما شراکت دارن، پول دادن بر ما مضاربت. کسایی که ما را میشناسه کاروبار میکنیم 6 ماه بعد اینا فایده شون میتیم. که تزیا که تمام زیاد بلد هستیم. یعنی در اقتصاد هم الحمدلله به شما معلوم است که ماستریم در اصول دعوت و عقیده اهل سنت و جماعت، لیسانس هم در اقتصاد است. مکمل این موضوعات اقتصادی را ما الحمدلله دیدیم و خوب مطالعه میکنیم، چه شمپت فتوا نمیتیم. با انگلیسی هم مطالعه میکنیم. شد نیست که ما شمپت یک سایت ایرانی رو بریم یک معلومات داد که فلان حرام است. نه، خلاصه است که دیجیتال یا می ارزهای دیجیتالی یا بیت کوین که است، متامکس یا رو ببین چقدر مردم تباه کردن. دمی کارت نو کس را میشناسیم که $7,00,000 برده شد. $7,00,000 از او کسا گرفته بود، از او کسا گرفته بود، از او کسا، آخری خودش ماند. خانهش هم فروخت، زمینش هم هنوز هم پت پت میگرده. چرا ما خود تباه کنیم؟ چرا ما یک کمک حیا نکنیم؟ به حلال و حرام بسیار توجه کنین. تمام دین که از حلال و حرام است. باور کنین کسایی که نماز زیاد به کندی میخونه، کسایی که عبادت درست نمیکنه، کسایی که در فامیلش مشکلات است، اینا ببینن حتما منبع حرام در فامیلش است. توفیق عبادت الله از تو میگیره. لا يدخل الجنه جسد غذي بالحرام، او جسد که تغذیهش با حرام داخل جنت نمیشه. بین برادران و خواهر عزیز، تجارت خیالی گفتم، نکاح خیالی قبول نیست، جهاد خیالی قبول نیست، نکاح خیالی قبول نیست، طلاق خیالی قبول نیست، حج خیالی که خیالی بینی که والا ما حج قبول نیست، تجارت هم در خیالی قبول نیست. کسایی که ارزهای دیجیتالی میگیره، عمو مملکت خریداری که دیگه بگو عمو روان کو بر ما، عمو طلا سکس خندید میکنه، میگه بیادر یک سکس از 10,000 نفر ما پیسه گرفتیم به یک سکه، امی سایت از بین میرم چی خب کل پیسه غرق میشه دی و از کس را که تو گرفتی ضمانت تمامش در سر تو میشه. بسیار زیاد فکرتان بگیرین. نتورک مارکتینگ یا MLM مولتی لیول مارکتینگ تمام از این مشکلات داره، در شریعت جواز نداره. کوشش کنین که تجارت کنین که واقعا یک چیز براتون معلوم شه. آنلاین تجارت بالکل میکنین، یک گلاس میخرین بیار براتون، پاکا میخرین، کامپیوتر میخرین، تیل، برنج، آرد، روغن، کلش جواز داره. تو مشکل نیست که بگوی که تجارت آنلاین، مگر نتورک مارکتینگ او دیگر رقم تجارت است. مثلا من 3 نفر معرفی میکنم، او 3 نفر چقدر کار کرده فیصدی بر من میاد، یک وقت 3 نفر دیگر باز فیصدی. اسلام دین مفتخوری نیست که من بشینم قرار کرده 100,000 نفر کار کنه عایدش بر من بیاره. نه خیر، هر کس که کار کرد اسلام پاداش و خودش میده. اسلام دین عدالت از دین مساوات نیست. عدالتی رو میگه. من 2 دخترک دارم، مثال یکیش مریض است، یکیش صحتمند است. من پولم کم دارم، بسیار پولم کم دارم، اگر 3 دانه سیب توان دارم میرم، اسلام میگه 2 دانه سیب به دخترکت که مریضت بده، 1 تاشه به او. من کفار میگه نیمش کو، 1.5 تاشه به او بده، ولو که جور مست است، ولو که دیگه مریض است. نه، اسلام دین عدالت است. عدالت میکنی. اینمیست عدالت، به مریض زیاد به جور کم. یک کس فکر کو چند خانمای برادر داری، یکیش بیوه است، به بیوه زیادتر توجه میکنی. ایواز دو که شوهر داره، به او شوهرش هم توجه میکنه.
در لباسش، در کل چیزش. ایره اسلام میگه دین عدالت است، دین مساوات نیست که هر چیز مساوات پیش بره. مساوات کس ای از دموکراسی و سیستم کفری است. بنان برادران و خواهر عزیز، این تجارت را بسیار فکرتان بیره، این تجارت خودم غرق نکنین. عوض از او بسیار تجارت هاست در افغانستان. باور کو یکی از دوستای ما گفت 1000 پروژه پیشم است که بیاین به مردم تشریح کنیم بیاین کار کنین. در بسیار پول کمتان سرمایه‌گذاری کرده میتونین. و بسیار کسایی که گروی گرفته بود ما رو میگفت استاد تو گفتی گروی حرام است، چی بدیل داره؟ ما گفتم بدیل گروی تا خلاص کو بیا که ما در کار پرتم پولتا. الحمدلله خوشحال هستن، بسیار زیاد خوشحال هستن. اگه خودت کار کرده نمیتونی، مضاربت برو، مشارکت برو، یک کمپانی یک شرکت پول بده، اعتبار کل چیزش خوب باشه، 6 ماه بعد یا 5 ماه فایده کرد نیم میکنه، 50% تو میگیری، 50%. اگر خودت مهارت داری یک کار دیگر شروع کو. ما مشکل ما تقلید میکنیم در تجارت. یک کس که دیم لبنیات جور کنه ما در پولیش لبنیات جور کار از هم سوست کار تام. یک کس نانوایی داره میریم واسطه میکنیم رشوت میدیم ما در پولیش نانوایی. مگم نه یک کس که نانوایی داره تو یک نانوایی تندوری جور کو، یک ابتکار کنین. ابتکارات بسیار زیاد است. ان شاء الله ما امروز وزیر صاحب اقتصاد صحبت میکنیم دمی نزدیکا یک مجلس هم داشتیم درباره پروگرام‌های اقتصادی به خاطر افغانستان و تمام افغانای ما، حتی کدام افغانایی که در اروپا آمریکا هستن که چه رقم سرمایه‌گذاری کنند در افغانستان، چه رقم توسط سرمایه خود افغانای ما در کار شود. اقتصاد زیربنای یک جامعه است. باور والله کنید مگم اقتصاد اسلامی، اقتصاد کفری، اقتصاد اسلامی هیچ وقت رخ نمیکنی. هر چیزش انصاف است و یک افغانی تو رو کسی حرام نمیخوره و شریکی که تو میکنی شریکت هم اخلاص داره، خودت هم الله کار شما را پیش میبره. دیگه الله سبحانه و تعالی تمام شما را جنت نصیب کنه. بسیار فکرتان باشه در این نتورک مارکتینگ، MLM، مولتی لیول مارکتینگ، ارزهای دیجیتالی، بوتکویت تاسیس و دیگه میتامکس، چندین نمایش است که ما لیست کرده بودیم، در تمام از یاد تحقیق کردیم برادرها و خواهر عزیز. و شما فتوای مفتی منگ، دکتر برال فلیپس، زاکر نایک، یوسف استس علمایی است که واقعا متخصصین اقتصاد و متخصصین شریعت است و از تمام دنیا مسائل میفهمه. یکی المؤمن کیس مسلمان هوشیار باشه، درباره هر چی ما شما بتاست تحقیق داشته باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.